در عالم فوتبال بزرگ کاری بازاری فوتبالی و خرید و فروش‌های چشمرس در اوجند که در خصوص چند از آنها سخن خواهیم کرد. درود به کلی شما دوستان عزیز. این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل فراگیر جهت‌های اقتصادی ورزشی رقم اول منظور شماست. سرآغاز برنامه امروز میتوان گفت که رافا بینیتس هم با بازگشت دیگر باره خود به شهر لیورپول و یا خود چون سرمربی اورتون قرار کرد که برایش اندرس تاونسند را چون فوتبالباز آزاد از کریستال پالاس دعوت نمایند و چنین هم شد. با چنین رنگ گرفتن کار سابق بازیگر کاناری باشگاه لندنی برای خود دسته نو پیدا نموده با جانب مرسیسایدی پس از 5 سال هنرآزمایی در صف پالاس شرطنامه 2 ساله امضا نمود تا کدام درجه منفعت‌آور بودن انگلیسی 30 ساله برای اورتون را در موسم پیش آمده رفت بازی تاونسند و نتیجه های دستاوی رافا بینیتس نشان خواهند داد. در خود انفیلد همسایه باشد مارکو گرویچ اخیراً گزارش به پورتو با مبلغ 10.5 میلیون پوند استرلینگ انجام داد و با همین بازیگر سابق لیورپول که موسم قبلی را هم در اجاره در پورتو پس سر می نمود ادامه مسند ورزشی در چمپیونات پرتغالیا می کند. مارکو گرویچ زمان اجاره بودنش در صف پورتو 23 بازی در چمپیونات پرتغالیا گذرانیده 2 گل هم به ثمر رسانیده است. در صف ارسنال لندن باشد اکتور بیلرین عموما خود را کنار گرفته نیست و نسبت این بازیگر قهرمان از ایتالیا توجه خاص دارد. این البته که قرار نهایی اکتور بیلرین بوده. بازیگر اسپانی یگان گفت و شنیده در خصوص شرطنامه نو هم با جانب ارسنال نخواهد گذراند. حمایتگر کاملا از ارسنال رفتنی است و چطور معلوم شده است باشگاه اینتر میلان و چند از تیم‌های دیگر او را دعوت به تیم کردنی‌اند. لندنی بزرگ که در این تابستان جاری آغشته فوتبالی بزرگ بود بر ضمن این یک بازیگر دیگری را در تیم خویش قبول نمود و این هم سامبی لاکانگ است که ارسنال امیریتس با افتخار او را معرفی نمود. توپچیان رسما بازیگر نوین خود را معرفی نموده. این الکی دومین ترانسفر انجام داده لندنی ها در تابستان جاری است. گزارش آلبرت بویا لاکانگ و یا خود سامبی لاکانگ از دسته بلژیکی اندرلخت بر عوض 17.5 میلیون یورو و قول گویا که با میانروی سابق بازیگر منچستر سیتی و عین حال سرمربی اندرلخت وینسنت کمپانی عملی گردیده شرطنامه لاکانگ با ارسنال تا سال 2026 مهلت دارد. خودی بازیگر باشد گزارش خود به ارسنال لندن را قدمی عظیمی به سمت موفقیت ها نامیده با باوری کامل به نیروی خود با کلی نفرانی که در عملی سازی این گزارش دست دارند اظهار تشکر نمود. نیمه‌نهاییگر 21 ساله در موسم قبلی در صف اندرلخت 33 بازی گذرانیده و 3 گل هم در آمار دارد. مشکل اصلی اقتصادی برسلون مقتدر در برابر قرض‌های بزرگ از هر جانب این فروختن نتوانستن فیلیپ کوتینیو می باشد. نفری را که یک زمان بر عوض 165 میلیون یورو از لیورپول آوردند و همکنون بر عوض همگی 35 میلیون یورو فروختنی اند. پس کوت به کجا رفته می تواند؟ از برزیلی یک زمان سحرآفری که عین حال بارسا از صمیم دل خلاصی می جوید. هنوز چند سال قبلی فیلیپ کوتینیو از گرانترین بازیگران فوتبالی شناخته میشد، اما همکنون برسلون یک به خاطر بازداشتن مسی تلاش به فروختن هرچی بیشتری بازیگرانش دارد آماده آن است که بر عوض همگی 35 میلیون پوند با فیلیپ کوتینیو خیرباد نماید. چون این پایین روی ارزش را در عالم اقتصاد تا هنوز یگان مال و یگان شرکت و یگان سرمایه‌دار به چشم سر ندیده است و کلی نگر از یک جانب با امیدهای برباد رفته و بازی بینمود برزیلی و جراحت‌های زانوی کوت ربط داشته باشد، از جانب دیگر اشتباهی به عقلانه ترین بزرگان بارسا را در بازار میماند که ناموفق ترین نتیجه از داد و وای مخلصان گلوری بارسا را پیشاروی خریداری فیلیپ به میان آورد. اما نوابسته از این چندی از باشگاه‌های احتمالی خریدار در این کار با ترس و وهم هم باشد توکل کردنی‌اند. در خصوص که کوتینیو به کدام سمت می رود چون این وریانت ها را برایتان میگویم. میلان الکی گفت و شنیدها را در خصوص گزارش فیلیپ کوتینیو شروع هم نکرده است، نوابسته از آن که رسانه ها آینده بازیگر برزیلی را با جانب رسانه‌ای ها تقدیر بندی میکنند اطلاع میدهد فابریسیو رومانو. ارسنال باشد در نوبت خود آماده برقرارسازی اشتیاق نسبت کوتینیو می باشد.
اگر که البته بازیگر از جراحت تeztر شفا یابد. علاوه میکند فوتبال لندن. بارسلونا که در نوبت خود چند سال باز از کوتینیو خلاص شدن نمیتواند در اندیشه آن است که با استفاده از مناسبت خوب با میکل آرتتا اخیراً از کوتینیو عمر بعد خلاص می شود. کل این درامای فوتبالی با چی می انجامد؟ البته کاری پرثمری بازار نشان میدهد. اما به نظر انفرادی من بازگشتی دیگر برای کوتینیو به نزد یورگن کلوپ به طور اجاره کوتاه مدت هم باشد موافق مقصد می بود تا که بازیگر برزیلی باری دیگر با استفاده اسلوب‌های خاصه مربیگری آلمانی موتیواسیون ارزشناک گرفته در عالم فوتبالی از نو قامت راست کند. از روشن‌ترین و پرسر و صداترین گزارش تابستانه که هنوز 2 سال باز سریان در رسانه‌ها مطلب‌ها چرخ می‌زنند، این گزارش نفری منچستر شیخانه و منچستر سرخپوشان از بروسیای دورتموند است. سانچو کامینگ هوم البته که به پرمیر لیگ انگلیا نه تنها معنای بازگشت به وطن را دارد بلکه همچنین آغازشوی مرحله نوی رشد در مسند ورزشی جیدون سانچو می باشد. گزارش سانچو با منچستر یونایتد بر عوض 85 میلیون یورو چی نتیجه میدهد؟ باید در این باره چندی سخن کرد. میراثبر کشور ترینیداد و توباگو که سنه 25 مارس سال 2000 در نزدیکی شهر لندن چشم عالمی هستی شده بود، هنوز از سن 7 سالگی راه به اکادمی فوتبالی واتفورد پیدا نمود. این نفر وابسته به مهارت فوق‌العاده در سن 14 سالگی از جانب نمایندگان منسیتی تگ چشم افتاد. اما با مرور زمان سانچو بر مقابل ستارگان آن وقت سیتی شیخ تبار رقابت پذیر نشد و سال 2017 بر عوض قریب 10 میلیون یورو به بروسیای دورتموند پیوست. پس از سپری شدن 4 سال ناپره، جیدون سانچو 130 بازی در صف بروسیا با آمار نهایت دلاور جنبست نمود. 46 گل و 60 پرتافت گل‌آور. آمار جالب و نهایت منفعت بخش سانچو زمانی برآمد در صف تیم دورتموندی وقتی بازیکنی با همراهی ارلینگ هالند خود نشانداد نوبتی است که باید از آن یادآوری نمود. این جفت حمله‌وری در مسیر 82 بازی 36 گل و 42 پاس گل‌آور در مسیر 2 موسم آفرید. توجه خاص از جانب منچستر یونایتد باشد نسبت جیدون سانچو زیاد به چشم می‌رسید، چرا که اسلوب بازیش با دیوانی سرخ سخت مطابق است. دسته سولشر چند سال باز بازیگر کناری برقرار ندارند و فوتبال بازانی دارای چنین استعدادهای نادر البته برایشان دستاوردی نجیب است. بازیگر تزکار قادر است که در قنات‌ها با آسانی از 3-4 بازیگر گذرد و پرتافت‌های سری وقتی و قلای به هم دستگان نماید. همچنین بازی نهایت منفعت بخش سانچو را در استفاده دریبلینگ و هجومکاری‌های منفعت بخش نیز نباید فراموش کرد. باید همچنین علاوه کرد که آمدن سانچو به صف MU کمک خاصه به گرین وود در خط حمله بوده. این نفری جوان از کوانی تجربه ها خواهد گرفت. مهم این که سانچو باید زیر فشار خاصه قرار گرفته نشود و سولشر برایش آزادی خاصه فراهم آورد. خلاصه که خصوصیت‌های کسبی سانچو برای امیو منفعت بخش و سر وقتی اند و احتمالاً میتوان گفت که بازگشت سانچو به خانه ناموفق انجام نخواهد یافت. پس از آنی که عوضکنی هنگامه‌ساز و بحث برانگیز سئول با گریزمان از جانب بارسلونا و اتلتیکو مادرید عملی نشد، بارسلونا با امید به دست آوردن فایده نوبتی با یوونتوس عوضکنی را انجام می‌دهد و باز یکی از قهرمانان این لایحه هم گریزمان بیچاره است که هیچ به مسی خوش نآمد. خلاص که این نوبت با سپارش مسی همشهریش پاولو دیبالا باید بیاید و آنتوان گریزمان جینگلاموی به شهر تورین رود، ولی مهم این است که چنین عوض‌کنی‌ها به کی بیشتر فایده می‌آورد. ما از پیامدهای کرونا ویروس باعث از دست رفتن واسطه‌های کالونی پولی از جانب باشگاه‌های فوتبالی گردید و از این رو در این روزنه ترانسفری انتظار شدن گزارش بزرگ امر محال است. طبق پیشگویی‌ها تحلیلگران عوض‌کنی‌های بازیگران را بیشتر خواهند دید. از برای همین بارسلونا دچار مشکلی مالیوی گردیده هم دست به عوض‌کنی بازیگران میزند. ولی هرچند که گمانبر اساسی در عملی سازی چنین نقشه‌ها مسی را می‌بینند، معلوم می‌شود که چنین نبوده است. پاولو دیبالا اگر که بر عوض گریزمان به بارسلونا آید هم نفری است که در موقع مسی بازی می‌کند و این روندکار احتمالاً به خود رهبریت تیم کاتالانی تعلق دارد. عین حال ارزش گریزمان 60 میلیون یورو بها گذاری شده. این ارزش 10 میلیون گرانتر از ارزش دیبالا می باشد و از لحاظ مالیوی البته چنین رفتار به منفعت یوونتوس خواهد بود. برای خود فوتبال بازان هم کار چنین طور رنگ میگیرد. گریزمان در هیئت اساسی مدام به میدان آمده، دیبالا باشد بیشتری وقت را باز هم از کرسی های احتیاطی وارد بازی می شود.
ریال مادرید باشد بر ضمن آنکه در دو روزنه ترانسفری اخیر هیچ خریداری نو انجام نمیدهد، بازیگری موجودش را به هر طرف به اجاره روان کردن میگیرد. این مورد براهیم دیاز به اجاره 2 ساله به میلان با حق خریداری 22 میلیون یورو روان کرده شد. نیمه‌نهایی ریال مادرید براهیم دیاز با همین ادامه مسند ورزشی در میلان نموده در صف رسانه‌ها تحت رقمی 10 برآمد خواهد کرد. شنونده ژورنالیست فابریسیو رومانو اطلاع می‌دهد میلان 3 میلیون یورو از برای اجاره پرداخت نموده. باشگاه ایتالیایی از این بعد امکان خریداری پوره دیاز را بر عوض 22 میلیون یورو در اختیار دارد. ریال مادرید باشد در نوبت خود امکان دارد که براهیم دیاز را بر عوض 27 میلیون یورو دوباره به دست دارد. با میلان همچنین بالاتوری از موناکو گزارش نموده شرطنامه تا سال 2025 امضا کرد. این بازیگر 24 ساله چطور معلوم شد برای میلانیا 4 میلیون یورو ارزش پیدا نمود. میلانی آوازدار با برگشت به لیگ قهرمان‌ها و خریداری‌های چشمرس خویش تحت رهبری استفانو پیولی در موسم نو فوتبالی از برای مبارزه برای جایزه‌های ارزشمند کمری همت می‌بندد. همچنین الیویه ژیروی صاحب جام لیگ قهرمان‌ها در چلسی رسما به میلان گزارش کرد. در همین موسم الیویه ژیرو در صف چلسی در هیئت اساسی جایگزین شده نتوانسته به ایتالیا آمد. نوابسته از آنکه از بازی فوتبال بازی فرانسوی سوالای زیادی هم بر جای نگذاشته باشد، لیکن مربی آلمانی به ژیروی سابقه دار باوری پیدا نکرد. اما الیویه هم پیش از گشوده شوی روزنه ترانسفری برایش باشگاهی نو یافت و میلان را انتخاب کرد. چرا که در فوتبال ایتالیایی سرعت اندکی پستر بوده، این عامل نهایت کلیدی برای فوتبال بازی بزرگسال است. ژیرو باشد خود عین حال 34 سال داشته تا حال با انجامدهی موفق حالت‌های گلزنی و بازی منفعت بخش با سر دقت جلب کننده است. و میلان هم عیناً چنین فوتبال بازان ضرور بوده. خود ژیرو باشد در سخن‌های خیربادی با مخلصان چلسی از موفقیت‌های ناتکرارش با چلسی را در علاهیدگی یادداشت نموده است. خلاص میتوان گفت که ممکن به 2 سال دیگر ژیرو در میلان صدا بلند کند و سپس قرار ختم مسند ورزشیش را میبرارد. در فرجام برنامه باید اعلام نمود که چلسی حمایتگر مارک گئی را با کریستال پالاس بر عوض 20 میلیون پوند استرلینگ فروخت و با همین انگلیسی 21 ساله شرطنامه 5 ساله با جانب پالاس امضا نمود. موسم قبلی را باشد گئی 45 بازی در کل مسابقه را پس سر نموده است. این بود نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت بمانید.